سلام دوستان، من امیر گیمر هستم و اومدم براتون دهگان برتر این سیزن رو بگیرم بدم بهتون. اتشمنتاشو خیلی خوبه، در حد یعنی خیلی خوبه. در چی بگم، با یه مهمون ویژه اومدم، دایی گلم. دایی سلام کن. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوبین؟ داشتم امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، مثل امروز من حالتون عالی باشه و بتر کنین، اصلا غم دنیا رو نخورین و همیشه شاد باشین. خب دوستان، راست میگه واقعا. بریم برای اتشمندا. اتشمند اول من اتشمند اول من گان اول من CBR 4 است که واقعا خیلی خوبه. یه بوکس هم کنارش گذاشتم، واقعا خوبه. این اتش رو بگیرید. گرفتید؟ خب این خوبه. میریم گان بعدیمون، یعنی BP 50. BP 50 من کنارش بوکس میبرم، واقعا خوبه. این اتش بگیریم، چندین سیزن واقعا داره خوب میزنه. بعد میریم بعدی 117 من کنارش چختنده گذاشتم، واقعا خیلی خوبه. ببین در حد چی دیگه میزنه. این اتش رو بگیریم، واقعا خوبه. دایی تعریف کن از این 117. 117 که لازم تعریف نیست، چون خودش سلطان گاناست. از اولی که کال آف طراحی شده AK بوده و الان به هر کی بگی بین گان اول انتخاب کنه AK انتخاب میکنه. منم نظرم رو AK و AK سلطان گاناست. خب دوستان، نظرش شنیدید. من خودم دیگه حرفی ندارم براش بگم، چی بگم دیگه. خب این اتش رو که برداشتیم، میریم بعدی میرسیم به این گان من خودم این بیاکس اسنایپ دیگه. من اینو چیندم، واقعا خوب میزنه. من چند روز دارم باش بازی میکنم. اینه واقعا خوب میزنه. حالا اگه نخواستینم که بیان این SMG رو براتون چیندم، این SMG رو بردارید. اینو واقعا فنک خوب میزنه. اگه نخواستین اونو، میرسیم به گان چهارم که تندرا چیندم، واقعا تندرا خوب میزنه. اینو برداریم، واقعا خیلی خوب میزنه. بعدی میرسیم به گان پنجمی هم که USS نو هستش، یا همون یوزی. واقعا چندین سیزن خوب داره میزنه. گیم پلیشون هم بعد از اتشمندا رو دادن، گیم پلیشون هم برام میذارن. این اتشمندا بردارین. بعد گان شیشم من لوکاسه که من کناش کوچ میزنم و خیلی هم سبوکه. این اتش رو بذارید، عالیه. اتش کلتش هم بخواین اینه بردارین، خوبه. میرسیم به گان بعدی که من خودم بهش میگم نارنج کاتانا، یعنی نارنج کاتانای منه. دیل واقعا خوب میزنه ها. دیل بیا این اتش رو بگیرین، یعنی بهترین اتش دیل که من دیدم. باید سایه سرم براش بذارم، واقعا خوب میزنه. این واقعا خوب میزنه. این اتش رو بردارید دیگه، تموم کار. میرسیم، من کاتانا هم کنارش رو داشتم. کاتانا میرسیم به گان هشتممون که من کریم آقا رو چیندم، یا همون کیاره چیندم و خیلی خوب میزنه ها. بهترین شاتگانی سیزن از نظر دومه. اول اچس جای چی داره، اول اچس. اینه کریم رو بردارید بزنید تو گوشه نمیاد و خیلی خوب میزنه. میرسیم به گان نهممون، یعنی اچس واقعا چندین سیزن جزو بهترین شاتگانای کالاف هستش و واقعا خوب میزنه. این اتش رو بردارید. واقعا ببین، اگه این اتش وان شات نکرد، بیان دیگه با من هر چی خواستیم بگید، واقعا تضمینیه دیگه. بعد این دهم من که من باز دوباره اسنایپ چیندم. این اتشمنتش همونه، ولی همونه دیگه. آره همونه، این نمیخواد بگیره. خب دیگه این اتشمنتای من بود. بعد گیم پلیشون هم الان براتون میذارم. خب دوستان، این گیم پلیشون بودن. گیم پلی گان شماره یک. حالا اون CR Max رو نشد بیارمش، چون نیاورده باشه. من چند تا بات اضافه کنم. من CR Max رو حتی کردم، نتونستم بیارم. تا تیرارم بینهایت کنم. خب
خب من چند تا بات اضافه کنم. خب ببینید این دیسکانت واقعا خوب داره میزنه. خب بیزن باشم نگاه کن خیلی خوب داره میزنه و این دمیجنگ پایین داره میزنه. حالا بیام بریم تستشم بهتون نشون بدم. تو سر 31 میزنه، تو برای آدم 24 دقیق میزنه. میبریم روی یک خب دقیق میزنه ها، خیلی دقیق میزنه، یعنی واقعا خیلی خیلی گان خوبیه. حالا من از گان بعدی براتون تست کنم. 117 که یا دایجان هم گفت اصلا قابل گفتن نیست و خیلی سنگین میزنه، واقعا داره میزنه. این خوبه. واسه من بیارم باتش رو جلو ببین که نگاه کنید چقدر واقعا خوبه. همه 13 که بقیه آجه بدن 25 و اصلی رنج نزدیک خوب میزنه، دقیق میزنه، میزنه که رنج 40 متر. میریم به گان بعدیمون، یعنی فرنک که نمیدونم با اونم داره میریم برای گان بعدیمون تندرو هستش که اپسون دادم. بدن واقعا خوبیه. میرسیم به بعدیمون، یعنی USS نو یا همون یوزو. ببینید
شما 32 تیر داریم 23 تا تیر بزنیم 29 بشه واقعا خوب. حالا نگاه کنیم الان خدمت بزنم هدشات 54 بقیه رو بزنم 37. این از این میشیم به گان بعدی یعنی لوکاس که میریم به گان بعدیمون یعنی خرید یا همون واقعا از این خاطر جنازه واقعا قشنگ حتی از دور نه خود دور مونده چه بکنم دابل کیل وانشار میکنه مثلا دمه کیلو 90 تا بقیه بدن 250 تا 310 میشیم بعدی ایشه هم که همونجوری همون کنجور بعدی هم که همون اسم هست که گفتم دیگه همین خواستم و فعلا پیس.